در حدیث امام بخاری رحمت الله علیه بیان میکند، میگه اقرأ القرآن ما اتلفت علیه قلوبکم، یعنی میگه شما قرآن رو بخونید، میگه دلهای شما ملایم میشود. یعنی اگر موضوعی که ما یگان مشکلی داریم، یگان وزبینی داریم، یگان صحابه است که حیات از زندگی است، در عائله، در کار، در فعالیت انسان نااهنجار میشود، با خواندن قرآن دل وی چی میشود؟ ملایم میشود، دل وی چی میشود؟ بسیار تسکین مییابد. بنابر همین قرآن ما و شما رو چیکار میکنند؟ به همین شکل، به همین ترتیب ها بررسی میکند که ما باید چی باشیم؟ در این بابت ها بسیار با احتیاط باشیم، باید که حتما این مسئله ها رو بررسی کنیم. دیگر از آداب قرآن این است که قرآن ترتیب و روش خواندن خود را دارد که در کتاب‌های تجوید در آن بیان کرده شده است. یک از کتاب‌های تجویدی که معمول است، این تجوید نوشته استاد صدرالدین عینی است که بسیار به طریق مختصر و موجز وجود دارد. یعنی ترتیب خواندن قرآن یک چیز معین است که ما باید در وقت خواندن باید آن را رعایت کردن ما شرط و ضرور است، زیرا که این اشاره قرآنی است و همچنین کسانی که قرآن را میخوانند باید که حتما از تجوید آن یا ترتیلی که میگویند رعایت کنند، زیرا که به ترتیب خاص خوانده می شود. هر کس حق ندارد که از پیش خود هر جایی را بیم که آواز را مد را کشیده یا ناکشیده یا که بیم که از پیش خود قاعده ارائه کنند. بنابر همین خواندن در این بابت برای ما و شما حتمی و ضروری است. یک مسئله کوتاهی که میخواهم اینجا برای شما بررسی کنم، این مسئله در بابت نزول قرآن است که مختصرا برای بیننده میخواهم پیشنهاد کنم. قرآن کریم در سن 40 سالگی به پیغمبر ما و شما حضرت محمد مصطفی سلام نازل شده است در غار حرا، در آن زمانی که پیغمبر خدا در آنجا به گوشه‌شینی مشغول بودند، در آنجا به ذکر عبادت مشغول بودند. بار اول جبرئیل امین 5 آیت اول قرآن را به پیغمبر ما و شما نازل کردند و قرآن کریم از 40 سالگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا وقتی وفات ایشان که 63 سالگی میگیم، یعنی 23 سال آیت در وقت‌های لازمه، در وقت‌های با موافق نازل شده است که روی این مسئله نیز با شما کمی بعدتر صحبت خواهیم کرد. و بعد از این چندی گذشتن پس این قصه برای شما معلوم است، مشهور است که بسیار پیغمبر خدا در این حالت بسیار ترسیدند، نزد همسرشان مادرمان حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها آمدند و از او گفتند که بسیار ترسان شدم، یعنی که یک حالت بسیار وضبین مشکل برای آن کس بودم. و مادرمان بسیار تسکین دادند، گفتند که صفات‌های خوب داری، بهترین اخلاق داری و آن چیزی که مربوط به پیغمبر ما بود آن را بیان کردند، بررسی کردند. بنابر همین وی را به اصطلاح اگر خودی ما بگیم دلتی کردند که تشویش نکشد، یگان چیزی بسیار بد نیست، ناخوب نیست، این چیزی خوبی است. و به نزد پسر عمکشان ورقه ابن نوفل بردند که بسیار شخصی کلانسال پیرانسال بودند اون کس و چشمشان ضعیف شدگی بود. و اون کس وقتی که اون چیزی که به پیغمبر ما آمده بود و رسول اکرم آن را برای ایشان نقل کردند، اون کس گفتند که این در اهل کتاب بودن، اون کس میگن که این ناموس است، یعنی که جبرئیل امین را در اهل کتاب ناموس نام میگرفتند و اون مقصد پیکی است، ملائکه است که به پیغمبران خدا وحی آوردگی است. و اولین اشاره ها رو ورقه ابن نوفل به پیغمبر خدا دادند و بعد از گذشتن چند آیات های دیگر قرآن آیسته آیسته نازل شدن گرفتند و پیغمبر ما و شما، پیغمبری که ثابت به قرآن کریم به عالمیان آمد. و دیگر اینکه اولین آیه هایی که آمد از سوره مدثر بود، 7 آیات اولی سوره مدثر که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یعنی که این آیات ها دلالت به پیغمبری ایشان کرد و از همین به همین آغاز شد دوره پیغمبری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در 40 سالگی بود. میخواهم چند در بابت آنه که علما چگونه وحی نازل شدگی است بررسی کردگی هستند میخواهم برای شما بگیم که قرآن کریم به پیغمبر ما و شما نازل شدگی است و بر چند نوع نازل شدگی است.
اولا مثل خوابهای صادق، یعنی پیغمبر هر خوابی که میدید اون خواب واقع میشد. دوم، جبرائیل امین در قلب پیغمبر صلی الله علیه و وحی رو القا میکرد و پیغمبر آن رو نمیدید. یعنی هم یک شکل می اومد که حضرت جبرائیل امین در دل پیغمبر آن رو چیکار میکرد، جوی میکرد و رسول اکرم کسی رو یگان چیز رو نمیدید. سوم، جبرائیل امین به صورت مرد من از پیغمبر صلی الله علیه و می اومد و با او گفتگو میکرد تا اینکه پیغمبر گفته‌هایش رو حفظ کند. بیشتر به صورت یک صحابه بسیار زیبا با نام دهیه کلبی می اومد، آنچه که در سرچشمه ها برای ما و شما بیان شده است. چهارم شکلی که وحی به پیغمبر ما و شما می اومد میگوید گاه با مثل آواز زنگوله می اومد که آن دشوارترین انواع وحی بود. لبا گوش میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. دولت عزیز سلامتون خوبه؟ سلامت باشید رحمت. گوش میکنیم شما رو. ما خیلی جوان خوشحال هستیم که چنین علماها داریم که ما جوانای برای راه راست برای ما نشان میدهند. سلامت باشید. ما از سوال داشتیم. مرحمت. سوال یکم همین که درباره همین مکتب‌های قرائت معلومات میداده. انا دویم سوال همین که درباره ترجمه و شکل‌های آن معلومات میداده برای ما جوانها شروع کردن می‌فهمونده. سلامت باشید. درباره مکتب‌های قرائت و درباره ترجمه‌های قرآن. ترجمه و شکل‌های آن. شکل‌هاش. قبول ان شاء الله. سلامت باشید. رحمت. سلامت باشید. خب اومدیم که بعضا وحی مانند آواز زنگوله می آمد که دشوارترین انواع وحی بود میگد. حتی پیشانی مبارک رسول اکرم در همون روزها، یعنی که روزایی که بعضا روزای سرد خنک بود، پیشانیشان عرق میکرد. باره در وقت نزول همین شکل وحی میگد سر مبارک به رسول اکرم سلام بالای زانوی زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه بود. زید میگوید که از وزبینی وحی خیال کردم که پایهایم با این پایهایم هرگز گشته نمیتوانم. پنجم، شکل آمدن وحی، گاه پیغمبر وحی را از جبرائیل قبول میکرد و گاهی که به صورت اصلی خودی او بود. صورت اصلی جبرائیل امین در سیره ها آمدگی است. و ششم، شب معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بالای آسمان ها به واسطه با جبرائیل امین چیکار کردگی است؟ صحبت کردگی است و او چیکار کردگی است؟ همون مسئله نماز پنجگانه که برای ما و شما مقرر شده است در همون است. هفتم، کلام خداوند و پیغمبران به واسطه ملک، مثل گفتگوی خدا با موسی خب به شکل همین آمدگی است. یعنی گوناگون بودن نزول وحی و با گوناگون بودن تقاضای آن بود. مثلا میگه اگر نزول وحی وعید و بشارت می بود، جبرائیل به صورت آدم می اومد و اگر نزول وحی به وعید می بود مثل آواز زنگوله می اومد. کتاب خزینه الاسرار. یعنی آن آمدن وحی مربوط به مضمون وحی بود. یعنی چگونه که وحی می اومد، اگر یعنی که در وعد میشید، در بشارت جنت میشید، اعمال خوب میشید، به صورت مثال فرض کنید دهیه کلبی یا شکل دیگر می اومد، با پیغمبر خدا چیکار میکرد؟ القا میکرد و گفتگو میکرد. اگر درباره وعید میشید، درباره مثال دیگر مسائلی که مربوط به آن میشد، بسیار میگه چی میاد مشکل می اومد که رسول اکرم در همون چی میکشید، مثلا حتی که در روزهای وزمین، در روزهای خنوکی حتی چیکار میکرد؟ عرق میکرد.